تو رودکی را ای ماه رو همه بینی که این خواب است، خیلی نبود رودکی ها، تو رودکی نبود. تو رودکی را ای ماه رو همه بینی، بدان زمان ندیدی که آنچنان بود. بدان زمان ندیدی که در جهان رفتی، سرود گویان گویی هزار دستان بود. یعنی مثل بلبل هزار دستان. جهان همیشه چو چشم است و گردان است، همیشه تا بود آیینش گردان بود. کهن کند به زمان همان کجا نو بود، و نو کند به زمان همان که خلقان بود. خلاص تو رودکی را ای ماه رو همه بینی، بدان زمان ندیدی که آنچنان بود. یعنی که کدام یک ماه رو پیش استاد رودکی ناز کرده است که پیر شدی، رفت از گوش کن. تو رودکی را حاضر دیده استادی که چنین است. تو رودکی را ای ماه رو همه بینی، بدان زمان ندیدی که آنچنان بود. یعنی اون وقت ندیدی چه خیلی بود، اون وقت میدیدی. بدان زمان ندیدی که در جهان رفتی، سرود گویان گویی هزار دستان بود. بعد شد آن زمانه که مویش رویش بسان دیبا بود. شد آن زمانه که مویش بسان قطران بود. هیچ که زیبا بود است. پورا حیات خود رودکی در همین آیه وارد شده. این قصیده، ولی این برای همین میگن یک قصیده ترجمه هایی. این قصیده شکایت از پرین نیست استاد. ببینید این نامش دقیقا همین نامی شکایت از پیری، این یک نامی ساخته محققای ما. اصلا این قصیده چنین نام ندارد. این یک قصیده ترجمه حالی، حبسی حالی، حسبی حالی رودکی در باره خودش. زندگی نامه هم گیم میشه. زندگی نامه. شد آن زمانه گوه بسنواده معناش این که گذشت آن زمانه. بعضی بعضیش در اون معنی که با همین درجه های رسید که شد آن زمانه که شیرش همه جهان بشنفت. شد آن زمانه که او شاهی خراسان بود. خراسان میدونید این خراسان نیم جهان بود. ولی مقدسی گفته است که از همین رود سیند تمام ایرانی امروز، افغانستان امروز، آسیای مرکزی تا جنوب قزاقستان، نیمه از این استان سینزیان چین در یک جایگی خراسان. میری خراسان امیری سامانیان کجا میری خراسان است، پیروزی آنجاست. یعنی میری خراسان، این رئیس نمایه خراسان نیست، میدر باشه، یعنی امیری سامانی که یک حدودی تقریبا 3.5 میلیون کیلومتر مربع را اداره میکنه. 3 میلیون سنی میده. 3.5 میلیون کیلومتر مربع حدود یمون دولت. بنابراین میگه که شد آن زمانه که شیرش همه جهان بشنفت. شد آن زمانه که او شاهی خراسان بود. کی را بزرگی و نعمت ز این و آن بودی، و را بزرگی و نعمت ز آن سامان بود. این قصیصه آگاه دادم. همه ستاد و همه داد شایگان درم، و شهر هرچه اگر ترکی نارپستان بود. اینو بیدو هم خیلی میبره به آوج و هم خیلی یک بار به زمین میزنه که کنون زمان دیگر من دیگر گشتم اصحاب یار که وقتی اصحاب و انبان بود. یعنی از زمین اول زمانه بعد اوج برد خودش. لیکن یک چیز استاد که بعد یک بار همون دولت را در همین قصیده یکم جو تحقیق نکرد. از این معلوم شد که دولت تحقیقاً دولتی و دستچی
یه دولت خیلی گفت که کی را بزرگی و نعمت ز این و آن بودی، مرا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود. بعد وی تمام همین بزرگای دولت سامانیان استاد سرپرستی میکردن. ببینید بیداد میری خراسانش 100,000 درم، یعنی خیلی نیست؟ یعنی 40,000 دیگر از میری مکان، یعنی که استاد سرپرستی زیاد.